به آرومی انگشتتون رو روی رفلکس دریچه ایلیوسکال که محل اتصال روده کوچیک به روده بزرگه بچرخونید. برای تحریک رفلکس کولون صعودی با ضربه های آهسته و فشار متوسط به سمت بالا حرکت کنید. وقتی به سطح کمر رسیدید چند مرتبه روی این نقطه فشار بدید و بچرخونید تا رفلکس خم کبدی رو تحریک کنید. حالا برای درمان و تقویت ابتدای کولون ارضی به همین ترتیب به سمت تیغه داخلی پا حرکت کنید. انتها و ادامه کولون ارضی در پای چپ قرار داره. با انگشت شست تا منطقه 5 یعنی جایی که خمش طحال قرار داره به صورت پیشرونده حرکت کنید و چند مرتبه روی این نقطه فشار بدید و بچرخونید و در ادامه برای درمان کولون نزولی به همین ترتیب با ضربه های آهسته و ریتمیک به سمت پایین حرکت کنید. سپس چند مرتبه روی خمش سیگموید فشار بدید. با انگشت روی رفلکس کولون سیگموید به سمت تیغه داخلی پا حرکت کنید. اگر مراجعه کننده یبوست داشته باشه این رفلکس ممکنه برآمده و حساس باشه.